تابلوی مون سینت ویکتوار بناو دنگترین دیمن پال سزانه او بزیدتری 120 میلیون دلار تفروتن. اف تابلوی 100 سال نوزدان و مهابید لمزادخانه یا کریستیز لنیورک به دفروتن. This sale is once in a lifetime. It's by value. افروتن یک درفت دجیانی دا. جهیلا نرخیوه او مزنترین مزاده کتان هات شیبویه. جهیلا چارچوه و کوالیتیا ویوه مزنترین هنره. او یا 100 سالین 15 بوت چلی حتی تابلوی هری مزن یا لوسیان فروید یا سال 1908 حیا تابلوین لسال 2010 و هر تشتی دوی ناوری دا هاتیه کشان. او بشک جکومک برهمن هنرینه گو خدا نیوی پال جی آلنه گو هفدا مزرینر مایکروسافت بو. او لدیو جهندک بنرخترین برهمن جیهانی بو. دناف ده اف تابلوی خیالی 100 میلیون دلاری ین سه کس انتازینه یه هنرمند فرانسی جورج سوارت. So there's not just one highlight in this collection, there's a dozen truly generational نتنه یک گرینگیا وی هنری هیا به دهان برهمن مزن نفشان هنه لعف برهما سزان به رامانا پیوین راستین وینه تابلویا مونسان ویکتور که لباجار اکس لباشور فرانسای بابتا ویا هری تایبته وی 8 جوان تابلویان ده سال 1808 دا کشان. هنرمندن دو کلکسیون آلندنه ین هری مازنن جوان کوخ بگره حیا گوگن کلمت حیا لوسین فروید مونتو مگری مزادخانه یا کریستیز دبیجه مزادا داهاتی شانسک دگمنه گو مروف هنج برهمین وان ین هری باش بکره. Interestingly, the art market can be slightly counterintuitive. بالکشک و بازار هنر دکاره جیا پیش بینی کری جدا به دما نظرالیا درایی هبه برهمین کسین وک مونه، پیکاسو، سزان، هاکنی و فرود لپشت من نتنه نرخ خود پاریزن لی پیش برکه که کورتر بوان دبینی مونه و هر بمینه مونه سزان و هر بمینه سزان و گر کسک بری خواه بده تشتن به نرخ لمزادخانه او انکو بگشتی پیش برکه که هری مزن چه دکن و هر وها بودمک درش نرخ خود پاریزن. داها داوان فرودنان و بو کارن خیرخوازی بکار به دجیان خود پال آلن زیده تری 2.65 میلیارد دلار هاریکارین دارایی بخشینه او دو سال 2018 دمر و حیانه هاجی هاریکارین وی ین دارایی بو پشتگیری هندک جدا خوازن کو دل وی دما بون بردوامن و پتر جساد و بنجی برهم و بکفنه برمزاده بو فرودنه. هیلین سندی، دنگ امریکا.